سلام به همه دوستان و همراهان عزیز. امروز میخوام یه آموزش بهتون بدم که دیگه احتیاجی به نقاش برای بتونه کاری و رنگکاری ساختمونتون نداشته باشین. خودتون بتونید اتاقتون، خونه‌تون رو رنگ کنین. خیلی هم ساده است و آموزشمون هم کاربردیه. امیدوارم که یاد بگیریم. ببینیم ما یه رنگ پلاستیک داریم و یه رنگ روغنی. رنگ روغنی حلالش و پایش بنزین و تینر، رنگ پلاستیک پایش آبه، یعنی با آب حل میشه و حلالش آب هستش. برای اینکه بخوایم رنگ کنیم اول باید زیر کارمون درست باشه، بتونه کاری بکنیم. بعد سوراخ‌ها و کنده‌کاری‌ها و خرابی‌ها رو اول با بتونه ترمیمش کنیم. بتونه‌های آماده هست، کیفیتشون هم خوبه. بتونه اکریلیک میگم برای رنگ پلاستیک میتونید تهیه بکنید. ظرف 1 کیلویی هست، بیشترش هم هست. اگر کارتون کم باشه 1 کیلویی میتونید تهیه کنید و پیشنهاد میکنم 1 کیلویی بگیرید. اگه حالا 2-3 تا هم میخواید دوست 1 کیلو بگیرید که اگر کم استفاده کردین چون میمونه خوش میشه و قابل استفاده نیست. یه کاردک میخواین و یه لیسه. کاردک برای اینه که بتونه رو روش بذارید و لیسه برای اینه که بتونید کم کم ازش بردارید و حالت فنری داره، بین تاف داره، خیلی ظریف و نازک و صافه که بتونید کارتون رو انجام بدید. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اگر رنگتون مثلا کرمی یا رنگای دیگه هست، یکم از مایه رنگ همونه تو بتونه سفید یکم تو همون قاطی بکنی هم بزنید که بتونتون همون رنگ رو پیدا بکنه که بعدا برای رنگ آمیزیتون نخواهید 3-4 دست رنگ اضافه بزنید که این بتونه رنگش محو بشه و کمتر رنگ استفاده میکنید. بتونه اون هم میزنیم، یکم کاردک میذاریم، با لیسه یکم برمیداریم و کار میکشیم. یه نکته دیگه، بعضی جاها که خیلی خراب شده، مثلا اینجا که خیلی هم کثیف و خراب شده، مثلا اینجا بین دو تا کیت پریز گچش خوب نبود، گچ خوب نکشیده بودن، اینا رو خلاص تراشیدیم. اینا رو باید با گچ پر بکنین اول و بعداً بتونه بکشید. اگر که خالی کیت پریزه که خرابه لرزه و بعداً اینکه با بتونه دیگه این حجم رو نمیشه پرش کرد. اینا هم هست. یه جایی هست که نه خیلی گوده نه خیلی که یاد که بخوایم گچ بکشید، مثلا میبینید مثل اینجا نه انقدر حجم داره که گچ بکشید نه بتونه. اگه بعد گچ داشته میتونید بکشید نه، ولی یه با بتونه هم حل میشه. یه لایه بتونه میکشید اول و اینو صبر میکنید، وقتی خوش بشه یکم خودشو اون حجمش کم میشه میکشه تو، دوباره گود میشه، 2-3 بار بتونه میکنید تا حجم پر بشه. و جایی هم که کمتره دیگه خب بتونه به اون مقداری که میخوایم برمی‌داریم. و ببینین اگر مثلا اینجا شیار دراز اینجوریه، اینو اول اینجوری میکشین، بعد لیستون رو اینجوری میذارین بین این طرف و اون طرفش که جای صافتونه، اینجوری میکشین حالا که اینجا که صافه جای گودتون اینجوری پر میشه. اگر اینجوری بکشین این میره لیسه دوباره تو همون گودی و کج میمونه. شما اینجوری پرش میکنین و با اینجوری صافش میکنین. این فعلا آموزش بتونه کاری بود. ویدیوهای بعدی منتظر باشید. من صحبت میزنی و مراحل نقاشی و پرداختن برقرار هستیم نشون بدیم که احتیاجی به نقاش نداشته باشید. فعلا خداحافظ.